سلام علیکم، چطورین؟ من آزاده رجبی هستم و به چنل او فیلم خیلی خوش اومدین و ازتون میخوام که چنل رو ساب کنید، ویدیوها رو لایک کنید، کامنت بذارید. متشکرم. من یه مأمور فوق‌العاده حرفه‌ای هستم که هر جا ارگانی به چالش میخورد من انتخاب میکردن برای مأموریتاشون و خیلی هم موفق بودم تو کارم، جز بهترین بودم که بعد از مدتی میخواستم بازنشست بشم که مدیرمون گفت که این مأموریت آخره، اینو برو و بعدش میتونی بازنشسته بشی. منم از خدا خواسته قبول کردم و من رفتم سر پروژه. من رفتم سر پروژه و با مأموری که اونجا بود صحبت کردم. گفت که من حدود 1 ساله که دارم این کار رو انجام میدم و با هیچ آدم دیگه غیر از اینجا هیچ ارتباطی ندارم و تو هم هیچ ارتباطی نباید داشته باشی. و در مورد دره برا من توضیح داد که اینجا یه جای فوق سریه که هیچ کس ازش خبر نداره، تو حتی با دنیای بیرون هم هیچ ارتباطی نباید داشته باشی، نه موبایلی نه سیگنالی نه هیچی. و اطلاعات رو در مورد کاری که بعد اونجا انجام میدادم من داد و ره سپار شد. دکلی اونجا بود که من از طریقش دیدبانی انجام میدادم. یه سری ماهواره اونجا بود که اون منطقه رو کلا از دیدرس تمام آدم رو پنهون میکرد. یه سری اسلحه ها و یه سری مهماتی اونجا بود که اگه موجوداتی که داخل دره هستن می اومدن بیرون اونا رو نابود میکرد. من مسئولیتم این بود که از تمام اینا نگهداری کنم، وضعیتشون رو ببینم و مواظب باشم که موجودات بیرون نیان. به اون طرف دره یه دکل دیگه ای هم بود که من هیچ ارتباطی با اون دکل نمیتونستم برقرار کنم، اجازهش رو نداشتم و ماهی 1 دفعه ما این اطلاعاتی که ضبط میکردیم و بهمون تماس رادیویی گرفته میشد و اطلاع میدادیم. چند ماه گذشت و تمام اطلاعات رو من ثبت میکردم، تمام اتفاقات رو ثبت میکردم و گزارش میدادم. در حین کار بودم که دیدم صدای اره‌ای میاد توی منطقه. با دوربینم که نگاه کردم دیدم یه خانم اون طرف دره کنار دکل داره چیزی رو اره میکنه. وقتی که داشتم نگاه میکردم بهش یهو دیدم که برگشت، انگار که متوجه شد که من دارم نگاش میکنم. برگشت و من دیگه نگاش نکردم و دیگه از این موضوع هم چندین ماه گذشت. توی بالکن توی بالکن دکل دیدبانی که نشسته بودم صدای تیر اومد. تا نگاه کردم با دوربین دیدم که اون خانمی که اون طرفه نوشته که اسم چیه و من براش نوشتم که ما نمیتونیم هیچ ارتباطی با هم دیگه داشته باشیم. وقتی که نگاه تو دوربین کردم دیدم اون نوشته که من امروز تولدمه و هر کاری که دوست داشته باشم میکنم. و دیگه ارتباط ما از همینجا شروع شد و شروع کردیم با هم دیگه مثل حالت پیامک کیبورد چیزی می نوشتم و نشونش میدادم تو دوربین، نشون میدادم، اون تو دوربین میدید و جواب منو میداد. ساعت‌ها صحبت کردیم، حرف زدیم، رقصیدیم و حتی تمرین تیراندازی کردیم که یه سری موجودات از داخل در اومدن بیرون. ما شروع کردیم به شلیک کردن و اونا رو از بین بردیم. یه سری اتفاقات افتاد. فرداش خیلی فردای اون روز من داشتم گندایی که این موجودات زده بودن رو جمع می‌کردم که دیدم که
و یه مدتی ما همینطوری با هم دیگه در ارتباط بودیم. هر کاری که می‌خواستیم انجام بدیم با هم انجام دادیم. اون ثبت اطلاعاتمون و گزارش دادن اینامون مثل هم بود تقریبا. با هم دیگه انجام میدادیم، با هم صحبت میکردیم دیگه، همدم هم دیگه بودیم اونجا توی تنهایی. اون طرف مینوشت روی کاغذ به من نشون میداد و من مینوشتم رو کیبورد و بهش نشون میدادم و با هم دیگه در ارتباط بود. یه روز دیدم که نیست و هرچی منتظر موندم کل روز، هرچی میرفتم اطلاعات ثبت میکردم، وقتی که نگاه میکردم تو دوربین نبود. تقریبا شب بود، دیدم تو بالکن دکل دیدبانیش نشسته. ازش پرسیدم که چرا نیستی امروز، اصلا نبودی اینا. گفت که امروز روزیه که پدرم به هم گفت که من خودم رو از بین بیبرم و شروع کردم بهش دلداری دادن و بعدش گفت که کاش که پیشم بودی. تا که این حرف زد من خیلی خودم که مشتاق بودم از نزدیک ببینمش، این حرفو که بهم زد یه انگیزه خیلی خوبی شد برام. فردا صبح شروع کردم به انجام یه سری کارا که بتونم برم پیشش. یه سیم مثل سیم بوکسل پیدا کردم و یه دونه قلاب بهش بس کردم و شلیک کردم اون طرف دره. وقتی که اون متوجه شد، قلاب و تنابش رو بست به یه جای خیلی محکم تا من بتونم برم اون طرف دره. و بعد رفتم اون طرف دره تا که دیدمش، حس خیلی خوبی داشتم. گل براش برده بودم و بهم گفت که از اون طرف در اومدی پیش من، خیلی بوی عرق میدی، برو حمام و دوش بگیر. وقتی من رفتم حمام دوش گرفتم اومدم دیدم لباسام نیست، تا نگاه کردم دیدم یه ذره اون طرف در شیطونیش گرفته بود، لباسای من انداخته بود اون طرف در. من دیگه لخ رفتم و دیگه لخت منم دید. بعدش دیگه رفتیم با هم صحبت کردیم و لحظات خیلی قشنگی داشتیم با هم دیگه. در مورد اتفاقاتی که تو زندگیش افتاده بود برام توضیح داد، منم همینطور براش توضیح دادم. در مورد پدرش گفت، در مورد کارش گفت که بهترینه و حتی گفت که من یه شخصی رو میشناسم که از فاصله خیلی دوری یکی رو کشته با یه دونه شلیک. و بعدش من شروع کردم به خندیدن چون میدونستم که داره در مورد من صحبت میکنه. وقتی که خنده منو دید متوجه شد که منم و خیلی خوشحال شد و بهم تبریک گفت و آهنگ گذاشت و با هم دیگه رقصیدیم و دیگه من بوسیدمش، با هم دیگه خوابیدیم. و فردای اون روزی بود که من باید گزارشامو تحویل میدادم، به خاطر همین بعد رهسپار میشدم و من خودم خیلی ناراحت بودم به خاطر اینکه میخواستم برم، چون خیلی ارتباط خوبی باهاش گرفته بودم و هم خودش ناراحت بود و گفت که بازم همدیگر رو ببینیم. من خودم هم دوست داشتم که بازم باهاش در ارتباط باشم. احساس میکردم حس خیلی متفاوتی دارم نسبت به همیشه، سرحالتر و خوشحالتر بودم. بعد موقع که خواستم رد بشم از دره، یهو یکی از بمبا ترکید و کابل من پاره شد و من از اون بالا افتادم پایین تو دره. وقتی که از بالای درخت خودم رو آزاد کردم و افتادم پایین، ریشه های درخت شروع کردم به بلعیدن من و داشتم مبارزه میکردم که خودم آزاد کنم. دراسا اومد به کمکم، هیچ من نجات داد و داشتیم فکر میکردیم که بعد چی کار کنیم، چون در پر از مه بود، ما هیچ موقع پایینش رو ندیده بودیم و نمیدونستیم چی در انتظارمونه. حتی وقتی که موجودات هم اومده بودن بالا و ما بهشون شلیک کرده بودیم، هیچ ذهنیت خاصی نسبت بهشون من نداشتم و نمیدونستم با چی طرفیم و شروع کردیم بریم جلو که یه سری موجودات با اسب بهمون حمله کردن و ما فرار کردیم و دستشون رو رفتیم توی کلیسای اونجا، دوباره بهمون حمله کردن و دوباره ما فرار کردیم از اونجا و رفتیم داخل یه ساختمونی. وقتی که اونجا رسیدیم یه سری فیلم پیدا کردیم اونجا که متوجه شدیم اینجا یه سری تحقیقاتی انجام می شده در مورد ژنتیک که بتونن یه سری ابر سرباز بسازن که با دشمنانشون مبارزه کنن و از بین نرن، که این باعث شده که یه زلزله‌ای بیاد و
تشعشعات رادیواکتیو پخش بشه و تمام کارکنانی که اونجا هستن ژنشون با گیاها و موجودات دیگه قاطی بشه، کم کم از بین برن و همچین موجوداتی به وجود بیان. وقتی که از اون ساختمون اومدیم بیرون، دراسا رو گرفتنش و از من دورش کردن و من رفتم دنبال دراسا گشتم. به یه منطقه‌ای رسیدم که از اونجا بخار می اومد بیرون و یه بمبی اونجا بود، بمب خیلی بزرگی که من متوجه شدم این بمب برای از بین بردن کل این دره است که اگه یه زمانی اطلاعات این دره به بیرون درز کرد، با این بمب بتونن دره رو از بین ببرن و هیچ خطری برای خودشون نداشته باشه و کشورهای دیگه نتونن بر علیهشون اقدامی بکنن. و من دراسا رو پیداش کردم، اون موجودی که دراسا رو زندونی کرده بود و داشت اذیتش میکرد و از بین بردم. من و دراسا از اون منطقه اومدیم بیرون و رفتیم به یه جایی که بتونیم یه ماشینی پیدا کنیم. جا خیلی هم مهم بود که اون کسایی که ما رو استخدام کرده بودن متوجه نشن که ما اینجاییم، چون اگه متوجه میشدن ما رو میکشتن. حتی موقعی هم که ما به این ماموریت میخواستیم بیایم هیچ اطلاعاتی در مورد این دره و موجوداتی که اینجا هستن و چه کارهایی و چه اتفاقاتی افتاده به ما نداده بودن. ما اومدیم ماشین رو پیدا کردیم و از دیوار که داشتیم میرفتیم دوباره این موجودات به ما حمله کردن و ما اونا رو از بین بردیم و رفتیم بالا. وقتی رسیدیم بالا ما فکر میکردیم که کسی متوجه نشده که ما اینجاییم، ولی همه متوجه شده بودن و یه سری مأمور فرستادن که ما رو از بین ببرن. به دراسا گفتم که موقعی که رسیدی بمبا رو کار گذاشتی فرار کن. اینو یادم رفت بهتون بگم، موقعی که توی اون ساختمونه بودیم که سری اطلاعات پیدا کردیم که نشون میداد که چه اتفاقی افتاده، موجودات چجوری به وجود اومدن، من یه کامپیوتری پیدا کردم که مال همون سالی بود که ما اومده بودیم اونجا و متوجه شدم که اینها به تازگی هم اومدن اینجا اطلاعات داره استخراج میشه، این موجودات رو نمیخوان از بین ببرن و به خاطر همین یه فکری زد به ذهنم و موقعی که اومدم بالا شروع کردم به انجام دادن اون کاری که تو ذهنم بود و اون آدمایی که اومده بودن ما رو از بین ببرن ما دستشون فرار کردیم و بمب رو من منفجر کردم و باعث شد که تمام اون کسایی که اومده بودن ما رو از بین ببرن اونو خودشون هم بمیرن، از جمله همون رئیسم که منو استخدام کرده بود و من مطمئن بودم که نمیخواد که بذاره ما سالم این مأموریت رو تموم کنیم و به خاطر اینکه تو اون تشعشعات قرار گرفته بودیم من به دراسا گفتم که حتما یک هفته یه جا خودتو قرنطینه کن، جهش ژنتیکی اگه پیدا کرده بودی بعد یک هفته خودشو نشون میداد. منم میرم خودم رو یک هفته قرنطینه میکنم و بعد از یک هفته یه مکانی در نظر گرفتیم و با هم دیگه قرار گذاشته بودیم اونجا هم دیگه رو ببینیم. فکر کنم دیگه تا اینجای فیلم حد زده باشیم که من در مورد چه فیلمی دارم صحبت میکنم. بله، در مورد فیلم دره دارم صحبت میکنم. خودم عاشق این فیلمم، خیلی دوستش دارم، خیلی حس خوبی بهم میداد موقعی که داشتم نگاه میکردم، مخصوصا اون قسمتایی که دو نفر که توی دنیای بیرون جزو آدم‌های بیرحمی بودن چطوری تسلیم عشق شدن، تو این موقعیت عاشق هم دیگه شدن و چه لحظه‌های قشنگی با هم دیگه داشتن می‌گذروندن. موقعی که دراسا نشسته بود و لیوای نیومد، اون مجبور شد برگرده به زادگاهش و اون کاری که به لیوای گفته بود که دوست داره توی کافه مشغول کار بشه همونجا مشغول به کار. بعد از یک مدت طولانی وقتی که داشت کارشو انجام میداد تا نگاه به مشتریا کرد لیوایی رو دید، خیلی خوشحال شد، رفت سمتش با هم دیگه صحبت کردن و اون بهش گفت که من یه سری کارهای نیمه کاره داشتم رفتم اونا رو انجام دادم و الان برگشتم پیشش، همدیگه رو بوسیدن و فیلم تموم شد. خیلی رو من تاثیر گذاشت این فیلم، به خاطر موجودات فضایی و مثلا یک داستان تخیلی نه، به خاطر اینکه خیلی قشنگ عشقو به تصویر کشیده بودن، ارتباط خیلی جالبشون که حتی توی بدترین آدما میتونی عشقو پیدا کنی
میتونن عاشق هم دیگه باشن، عشق رویایی یا فیلمی یا تلویزیونی خیلی قشنگی نشون دادن. من که لحظه لحظهش خندیدم، کیف کردم. امیدوارم که شما ببینید و لذت ببرید و حتما در مورد فیلم اگه دیدین یا اگه قصد دارید ببینید برام کامنت بذارید. خیلی خیلی ممنون، دوستتون دارم، عاشقتونم. هنوزم روژمو نزدم ولی عکسمو آخرش میذارم براتون.